سلام بچه ها، چطورید؟ حالتون چطوره؟ من بامیه هستم و این یه دونه ترفندهای دیگه، ترفندهای ماینکرافتی دیگه است. پارت 2. خب دیتون میخواد این چیزا داشته باشید، اینو که هم وقتی که راه میرید یا هم چراغ اتوماتیک، هم چراغ روشن میشه، هم آهنگ میاد، صدا میاد. هر کدوم من میخواید بزن، ببین من اینو میزنم دیگه اینو میاره. نکن همین. حالا بریم برای آموزش ساختنش. اول برای ساختنش اوک، این فنس ها میخواید هر رنگشو که میخواید بردارید با یه هاپر و این لامپا با این نوت بلاک و این چیه، این اسکالک سنتورا. حالا اون یکی هم میشه گفت اونم میتونید با اونم درست کنید با این صندلی. حالا استیرتر پلا، من به نظرم همین رنگش بهتره، با یه دونه باکت آب، با این ترپ دور و چیز، این بریک والا. خب ساختنش هم خیلی آسونه. یعنی حالا هر جا خواستید یه دونه این چی بود بریک والا میذارین، بعد 2 تا فنس میذارین روش، میدید اونم همونه. بعد یه دونه هاپر میذاریم، بعد یه دونه این لامپ. اینجا دقت کنید که یه چند تا بلاک بذارید بالا برید، حالا بعد پایین ترش بشید. نه یه دونه دیگه بشینید، اینو بذارید روش که بشه، وگرنه واسه نشونتون ده، وگرنه این دستتون میخوره روش نمیتونید بذارید. بعدش همین سنسور هم میذارید. اینجا یه کوچولو دقت زیادی میخواد، حالا هر بلاکی میتونید بذارید. حالا من این بلاک رو میذارم، بعد میام اینا رو حالا هر جور میخواید درست کنید که من اینو بتونم اینجوری درست کنم. این میاد بالا، نمیتونم. ای بابا من درست کنم واسد. خب همونجوری که گفتم اونجوری میدای، حالا من اینجوری میکنم، از من خوبه این روش. ای بابا اینجوری میاد میذارید، حالا اونجوریش. بعد میاد پایین اینو، ای بابا میاد پایین، میاد اینجا اینو میذارید، اینو میذارید، اینو گذاشتم اون موقع، اینم میذارید. بعد که تموم شد اینا رو خراب میکنید با این بلاک، اینم خراب میکنید، یه دونه آب میذاریم توش، اینجا دقت داشته باشیم. بعد یه دونه این نوت بلاک ها میذاریم روش و تراکتورات همه جاش میذاریم. اینو میتونید توش هم درست کنید، خیلی باحال میشه. میتونید تو درش هم بذارید، نه نمیشه. بعد حالا من یکم مریضم، نمیتونم سرفا و آبریزش بینی دارم، نمیتونم. بعد نکنید الان من راه میرم، این صدا میده رسید. چه باحال شد. حالا اگه میخواد بسی من دقیقا یک چیزی هم بهتون میگم. اینا میذارید، من اینجور کنم میتونید بیایید این هوا بردارید. حالا من دایمندی شده دارم، بیاید یه راهی درست کنید. یعنی چی؟ نبیاد اینجوری، نه این که اشتباه برداشتم. ای بابا اشکال نداره، یه دونه بیل برمیدارید، اشتباه برداشتم. این راه ها درست میکنید، یه راهی درست میکنید که مثلا دارید یه راهی که برای قلعه خونه تون هر چیزی درست کنید که وقتی مثلا میگن ای وای بذار این راهشه، بذار از اینجا بیان، از اینجا که میاد اینم هی روشن میشه. ممنون که ویدیو تماشا کردید. لایک و سابسکرایب فرموشن شه.